ایشم تو بر روزگار من میمانی یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده جلب کلیزار من بسته کردم یا مولا دلم تنگ آمده اینا همه میرم با باغ ما مرده به در کردم ای عباس خان بیا خودی کمک کن یا مولا دلم تنگ آمده بیکری با گیرکهی داری بیکری چه کاره؟ شتنه عباس خیلیت جانجا را تیار هستی شکر فضل خدا چی گپایه؟ گیرکهی داری گله نه چه کار میکنی؟ چی؟ درزا دیوالا رو میگیرم اورا ها درزا دیوالا؟ ها خوب علتی رو بگو علتی رو چی خاطر؟ چی خاطری؟ ها تو ببین چیشا خودی تا چیشم داری ها نابینایی هم شکر نی نه تو نمیبینی که کلیزا ما رو میتونه عذاب کنه کلیزا از این درزا دیوالا میره به باغ هرچی انگور بده بخورده هرچی میوه خشک بده میوه تر بده بخورده انال درزا دیوالا این سکو فقط میگی جدا سرمونه حالا تو خاطر کلیزت درزا دیوالا بسته میگم مال یک کلیزی را بزیر کاگل کردم برا دیوار در و در کرده درزا دیوالا بسته میکنه که دیگه کلیزا غلف شام نتونم برم یاره گله خوب شاید خود تا هم نفهمی که تو چقدر از عقل خود کم داری زنده بشی 120% چره؟ انا سکم تو میگن تو خود تو غرور که از عقل خود کم داری یا نداری؟ خواه تو هم مغزه نمیفهمی کمی کلیزا چرا درز دیوال بره؟ چره؟ من بیا به درز چیشات رو میتونم بپوشونم دیونه کلیزا از اینجا زحمت نمیکشن که برای ما باغچه شما از کجا میره؟ از هوا میره از کدوم هوا؟ بالا ای گله سگو با میخنده من میگم من عقل کمالیت ندارم گردنم بند بشه تو از به 50 تخته بیشتر کم داری کلیز از این درز دیوال میره زحمتی بیشتر میشه از این هوا بره از این زحمت بیشتره چی زحمتی بیشتر میشه؟ همینجوری به پلاکسه که کلیز زرد سبزی هستی یاره گله خب مال چی نمیم جمعه که تو بگه یه جمعه؟ میگن جمعه میستر روز پیش میدن کلیزا چرا از هوا نره که بیا درز دیوال بره برا رمه درزا دیوالا موتور خود فرغون خو میرزم اینجی تو اینجا می زحمت میکشه دروغ نال کاگل میکنی خود اول باغ مانه صحیحه من کلیزا رو از اینجی بگیدیم اینا بیکارم از هوا برم تو به خاطر کلیزا کاگل صبر کن تو فکر کن من دوزدم یاره گله تو فکر کن من دوزدم میرم به علی جنده خب بیام از اینجا بالا شم از سر دیوال بالا شم اخکو کار بود تو جنوب دزدی خب تو دزدی علی دیوال بالا میشی یا درز دیوال میری به باغچه خب روی دیوال بالا شم که من میبینم درز دیوال نمیبینم نه یاره گله درز دیوال برسه که چی میگه بگه اینجا ماره خوب کار میکنی کاگل تو عقل به خیالم نداری یاره حالا بفرده که تو 100 تخته میته مکمل کم بله ها 100 تخته ای بی عقل میگه درز دیوال نرم خب بالا دیوال برون که مرتکب میبینه مره که ای بالا شد بالا دیوال باغ بالا شد کلیزا هوشیارن کلیزا که مثل تو بی عقل نیا انی دیگه هم میری با باغ مای دیگه هم میری با باغ مای انگوره بسر دلی ها شکلی را بر خودی کجایی سبه که تو رنگه که تو به گور شما به تو لیاز کردم مجبور شدم آخری همه دیوالا رو بسته کردم در زاینار چی شدی؟ چی شدی؟ باور که پرس شد پرس ای خدا همون روزی چنه خوبیم بخیر سلامتی شکر بگم یاره این بچه شما گیله اگه عجب بادمی بوده دل همه دل موضوع نست صبح مامان امروز همه دل موضوع نست صبح که چی بگیم همه یک کم جو گلکری میکرد درزا دیوالا باغچه شما رای درزا گلکری داریم بابا ما نداریم ما گلکری نداریم این برای بچه شما لدر به خود میگرده نمیره که خودی هم برای کمک کنه چی کار میکن؟ بیچاره می تعلق نکرده می تو گرمی نه گرم نبود گرم هم هست و نگم گرمی گیت شده مردم
بیچاره درزا دیوال گل میکرد به خاطر که کلیسا میره اگه درزا دیوال ببخچیم ما همه انگورا و میوه دیگر پاک بخورده ما هیچ چیزگاه نداشتیم ما در و در کرده این گپ کو راست میگه که درزا دیوالا کن کلیز نمیره یاری مون از دیوالا میره از آسمان میره طبق میره این نمیفهم که از تو نمیخاطر گومه با پس چی خاطر گمه یعنی میگم دل نخیلی بزرگ تو خواهی نداشتی همه چی خبر داشتم بابا از تو چند فصل پرسان کردو که گیلک به کجا میگو گیلک درک نداره با ما بری بگو تو گیلا کلیسا درزا دیوال نمیره اگه بره از او میره بخچه و میوار پاک میخوره میگه نه اینجا فرق داره چه کار فلان گفتم خوب زحمت کشم اینجا همون چی بود آقا پشت بخچه بود بریم تو مصرف بیشتر کارا میکنه بابا گیلا ما که گیر کردی نداشتی الو کلیز خلیفه کلیز گوش کش اگه تو بلا درز دیوال برفتی واقف باشی از او بر بیرو شو یا ازی بر بیا بیرو شو که من گلار میزنم گناه تو بگردن من نشه من گلار میپیشم بالتون از او بر اگه میشنوی صدام خلیفه کلیز بیرو شو این هم پلیتی کلاتو که تو تمام میوام و انگورام و نمر بخوردی توی تا هم نول زده مشم انگورا نصف قاش کرده برار جو سعی کتو من لیاز مراد همسایه داری به سر جا خوب باشه اما برو برات کار خوب برو الو میشنوی کلیز سوزن اینه دیگه بپوشیدم ما ماستا باشیم نمای نباستا باشیم از او بر بیریشیم ای بر گنبست شد ای مرگ شما رو بگیره همینجوری اگه انگور توتی چیزی بگیر شما میای نوش جام کنی جام خیلی با فهمیدیم من به شما چی میگم منتها دیگه جام خیلی لیاز مراد به نمانده دیگه بخوریم همینجوری انگور چیزی میخوریم پوشیده شدیم بالاخره چیز میشدیم دیگه آره گپ اول و آخر می همینه چاشتن به شوروا میمون مانه چاش به شوروا گفتم میمون مانه بشنیدیم ما چاش کدی داریم خیلی زمان بابا یاد کردم بابا میگو بله تو کی گو که درزا دیوالا گل تو کلیزا میای بابا کلیزا دیونه که از درز دیوال برای از آسمون اکدو اسمو هم از این دیوالا اینجا راحت‌تره شما ما با گپا بیعقلی عباس میگیم چهر گپا بیعقلی عباس هم بیعقلیه میگه بالی دیوال بالا میشن کلیسا شما دوست باشین بابا میریم به دوزی از این درس دیوال میریم یا بالی دیوال مدومی درز دیوال یا میشه که درز دیوال شما هم قطع کلیزین شما خود در مقابل کلیزا مفافقه میگیریم بچه جان من از تو تول 5 دفعه این آدم پرسون کرد از این شما گفتم برو تو گیلک به کجا گفت خبر نداره تولی بیان دیگه درزا دیوالار گل میکنی سعی کنین که برار میشته زحمت میکشه بابا میگم خدای کار زحمت میکنه زنده باشین کریگرم بابا میگو خیلی عقل کمال داری نداری کلیزا دیگه کلیزا بیکار کسی درز دیوال برای از آسمون نمیره دیگه کار کده است یا نمیای بابا خود که باشه اینا رو گل کنه اینا نوبتونه زلو اینا کسبتونه نوبت من امروز تا بشم تو امیت کارا خود کو مشکل میکنی دیگه کاری کنه میکنی دیگه نمیگه گل که زمان کشی خیر بینه که گل کردی که نالم به همین همین گلارم بدم درزا دیوال که سال ولی با گل کردن از این دیوال نمیلم به برو ما من دیگه هستم برو چشم به من اون بیا چی داری نون منا کنی کدی داریم بابا من گوشم با کدو من چیکار کنم به خدا قیافه کدو به سالا نبینم نما بچه تو چی بار کن سبزی هم نما شغلم هم نما تو گوسفند بکشون چی گوسفند بکشون من گوسفند من چیکار کنم سبزی و کدو شغلم هم نما بعد چی میخوری من میخوری چی من میخوری سلاطه کنن نما دوغا نون منا کنی بیا بسرون نون خورگان مو شگل رم بدم درزا دیوالو که واسه نالم به دیوال که واسه کلیزا گل نکردی واسه که نالم خیر بینی زمان کلیزا گل کردم کلیزا از آسمون میره از درز دیوال بیکار نکنی گوهر بره بریم بابا همین گلا خود بازی بغل دیوال زودی بیا همین تو محکم گل کو دیوال چپنا شو خوبه محکم گل میکنه بساختم در گریفتم مثل من دیگه نمیرم به تلو کشا خوردادم ای سلاک تو به خاک شمورچه تو از همه جا ور افتادادم که میای مر میکنی تا خوشحال گیلک جو جل باشه نیلیلا جل باشه نیلیلا چی گفته؟ یا غیریه چه کار ما گلمال گیلا گلمالم برای ای قال کلیز گل میکردم چی؟ قالا کلیزا گیلا سه کورا رو خود گناه داره
قال کلیز نبرار این درزا دیوالا دیوالا دیوال کجا؟ باغ ما این تو بگو میگه کلیزا درو میره ولا با درز دیوال درو میره با باغ انگورا و میوار پاک نیش میزد خراب کرده بود اینا دای کردم درد دیوال دورو میره ها درز دیوال پوتکی بی صدا که من نبینم اونا میجه سمیرتم با باغ میگم ولی همین کلیزا اگه خیلی بخوره از این باغ شما یک جوه به کل انگوری رو بخوره بیشتر کنه میخوره خب. همین 10 15 جوه دیگه تو سر نمیشی که تو مال میری قلا از اینا رو گل میکنی که اونا نرم یک کلیزا انگوری بخورم کله تو فقط میگی مرتکی تو بروش نه سعی کنه فقط میگی کاسه خروج روغن زرده الا گوش کاش به تو چی میگم گوش من یک کن. وقت عملی بودم مال کلمه به جای حال پاک شدم هیچ عمل دیگه ندارم تت دیارم یک وقت نمیفهمیدم اصلا ما کار وقتی که تو کارتون خواب بدی که تو وقت تو خیال شلغم نمیکردم و فهمیدی حال تو عقل کمال نداری که کلیزا مونگا برای باغ بخوره هیچی انگوری که من 2000 اختیار خود داری هر رقم میفهمی تو گلا یک چیزی ما از تو پرسون کنم چه مثلا گلا همی عمه تو عروس نمیشه عمه که عروس شه اوه عمه بلو بعضا بچه ها که میایم اونا رو پسند نمیکنه همین تو پسند نکه حال برارم همین 3 شوی پیشتر که ما اختلاط کردیم به خونه انا گفتم چند فقط 2 کم 50 خوبه دیگه جوانه دیگه 2 کم 50 شده عمه ببین 2 کم 50 برا روی هزاران جوان بیامده خوش نکرد بگو گیلک جو از من دیگه جوانی بیتر میبینم می تو شرقی خودی تو گام بزن فقط تو برق میگیره گیلک من کار دارم اینجا گو نماده که یک صد خطی دور گوش کشم من خودی تو گام بزنم یعنی از من جوانی بیتر دیگه نفس پیدا بشه به منطقه حق نداره قیافتون حق خدایا من بد کردم ببرش من یا قیافتون لکه نداره نمیشه بیاد روی قلبا تو با کجا کلون شدی گیلک من با خونه پیشون سرا خوب تو 9 سال کارتن خواب بیدی میری چکیه تو 9 سال دوزی کردی پیکنیکا مردمه بغلا پم نگیشتی بغلا گرو مرده نگیشتی بغلا هرچی سوم بگرو بیدگونه قلم کردی حتی به شاخا گو عظمی مریا ترجی تو قرض دیری تگو گیلک جو یک وقت راست میگی من قبول دارم ولی حال که هست این کارار من نمیکنم من پاک شدم هیچ مشکلی دیگه من ندارم الحمدلله تو یک وقت اگه تو به تعمید دی منطقه دیدی من سیگار کشیدم من ملامتم برار خوب گردم به من خنده دیگه نکنه حال گپ پزی بزن گفتم باشه من بپرسم سه کنم همه تو عروس میشه یا نمیشه من پیش تو بیام تو اینجا من مسخره میکنی خنده میکنی میگی تو دوزی کردی عمه که هزاران جوان بیامه به خوشرینی و پسند نمیکردم ای حاله بیامده خود کله گنده خود که 8 سال ما چون 9 سال شیشگی بود شیشگی ایریوینی تریکی حاله بیامده مرد مرگم فاجار بخوره همین زتو تو دگه و دگه به می درختا شما بچسبیدیم به جون همین تخما چهلی هی چه بودی که همین جگاه میشون نمک هم مردم به می گرمی خودم تا این شهلی ها سرس کنه هرد بلند شد نوالای هم رو ماتوم میشه این جگاه هی سلام علیکم سلام علیکم مامان روز منور خیلی سلامتی چیکار پای خوشحال خیریت شکر میگم بله همین گیلک بچه شما کجاه گیلک بچی می اوه چه کار داشتیم بریم همین امروز صبح میام از بزی پول میدادم همین دیگه
همین چوقو اینا رم میداد که می شلیات همه تخما اینا رو بخورد تا مینا سوز میکرد با دل جمع میشدن. ای لالو بیکاره. چرا چیکار میکنه؟ درزا دیوالا گل میکنه. درزا دیوال واقع. درزا دیوالا؟ کاگل میکنه. چرا کاگل درزا دیوالا؟ واسه میگه کلیسا نره با پاک نره. چی میگین شما اون روز؟ درست بگو. که کلیسا با پاک نره؟ کلیسا انگورا میخوره و میوه میخوره چیکار؟ به نظرم سر دیوالا شما سقف پوشیده که کلیسا درزا دیوالا میره. گیلا کولمی فکر میکنه. بابا به زو پول میدم بیا اینجا به من چوقو مینار رنده شما ما مسخره میکنیم با من میگیم کلیسا میره و چیکار و فلان. ولی کاگل کری داره لالا. فارغ نیه. بازم اون تا وقتی یک برسه کاگل میای خودت و خود دیگه. نه مامان امروز نمیبینیم من کار دارم من میگم بیا اینجا بس که می چوق مینار رنده شما میگن قال کلیس گل میکنه. خب برو 2 قدم راه یعنی بخشه چند قدم راه؟ فهمید شما میریم برای بگم اگه بیکار بیا. بعدم بریم میگم اگه بیام که خوب تو اگه نمون که گلی هم نباشه. صحیح خوبه نه گله بچی پیار میکنی گازو گله کنو. پیار بچه‌ها نون خوردن خور ندارم. باز یه حال برفته با درزا دیوالا گل میکنه که کلیسا نره پیارم باور کرده. همه عقل ندارن که سر دیوالا خواه کلیز اگه بره دل جمع سر دیوال میره جا کلونه خور به درز دیوال درو نمیکنه. وای 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 وای.